حالتون خوب باشه. امروز جلسه 4 و آخر حروف ترکی استانبولی هستش. توی این جلسه یک سری نکات رو بهتون میگم و یه یادآوری میکنیم به حالا نکاتی که در طول این 3 جلسه گفته بودیم. همه نکات رو جمع‌بندی میکنیم. قبل از اینکه من شروع کنم خواهش میکنم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و تدریس رو شروع میکنم. خب بچه گفتیم که زبان ترکی استانبولی 29 تا حرف داره، 8 تا حرفش صدا داره و 4 تا ضخیم، 4 تا نازک کاری اینجا گفتیم. صدادارها آ، ا، او، ای، او، او هستش. خب یه سری تفاوت‌ها با زبان انگلیسی داره این زبان، یعنی حروف‌های زبان ترکی خیلی شبیه به زبان انگلیسیه، ولی یه سری حروف هستش که توی انگلیسی هست تو ترکی نیست، یه سری حروف تو ترکی هست تو انگلیسی نیست. اینا رو من بهت میگم. یکی از چیزایی که باید یادآوری کنم خدمتتون ابتدای اسم اشخاص، خیابان، شرکت، کشور، شهر، اسامی خاص رو شروع جمله رو با حروف بزرگ می‌نویسیم. بچه‌ها 3 تا حرف X, W, Q توی ترکی استانبولی وجود نداره. این 3 تا حروف اصلا توی ترکی نیستش. بچه‌ها یه دونه صدای C توی انگلیسی هستش، توی ترکی هم هستش، ولی یه سری تفاوت‌ها داره. یکی این که این صدای C توی انگلیسی 2 تا تلفظ داشت، یکی خود C بود یکی ک بود، اما توی ترکی فقط ج هستش بچه‌ها. این حرف ج هستش توی ترکی. من این مقدار اینو بزرگترش کنم. اینجا پس بچه‌ها این توی ترکی نه حرف سه صدا معنی میده، یعنی خونده میشه، نه حرف که، فقط ج هست. در رابطه با حرف ژ این توی انگلیسی بچه‌ها ج بود ولی الان ژ هستش، توی ترکی ژ هستش و اصلا معنی ج رو نمیده، ج فقط همینه، این ج این ژ. در رابطه با CH بچه‌ها CH توی انگلیسی معنی چرا بود، ولی ما توی ترکی برای نوشتن چه نیازی به این 2 تا حروف نداریم، همون یه دونه ج می‌نویسیم که پایینش همزه هستش. ببخشید این بچه‌ها ببینید این چه هستش، همون ج پایینش انگار یه همزه چسبیده و میگن چه. این چه انگلیسیه و این چه ترکیه. در رابطه با SH این SH معنی ش رو میده توی زبان انگلیسی، ولی توی زبان ترکی این ش هستش، یعنی یک اس که پایینش یه همزه داره، یک اس پایینش یه همزه کوچولو چسبیده. پس سی انگلیسی ج ترکی، ج انگلیسی ژ ترکی، سی اچ میشه چه انگلیسی چه ترکی، ش انگلیسی ش ترکی. اینا رو یادتون نره. در رابطه با مابقی حروف مثلا صدادار رو بهتون صدادار بی صدادار رو بهتون بگم.
بچه‌ها این 4 تا حروف صدادار کارین هستش: آ، او، او. ا، او، او. اینا 4 تا حروف صدادار هستن که مثلا اینجا میگن کالین و اینجا که خیلی وقتا جای هم میتونن بیان ولی کاملا معنی متفاوتی میکردن. حالا بهتون یکم دیگه مثالش رو میزنم. ببینید مثلا اینا رو نگاه کنید، چند کلمه براتون میاد. مثلا این کوچیک یا ببینید این رو ببینید، این یعنی شهرت، ولی این اون یعنی آرد. این اون یعنی در، این ön یعنی جلو. این دوز یعنی دوز، این دوز یعنی تحمل، طاقت. ببینید بچه‌ها تفاوت معنی ها رو به خاطر هم اصلا نباید اشتباه کنید. در رابطه با حرف یومشاگه، بچه این یومشاگه این هم یه گه که بالاش یه همزه داره ولی همزهش یکم فاصله داره، ولی بهش گه نمیگیم. این گه، این اصلا گه نیست. این گه، این یومشاگه، این اصلا تلفظ نمیشه. فقط چطوری باید تلفظش رو نشون بدیم؟ بسته به اینه که حرف قبلش، حرف صدادار قبلش ضخیم باشه یا نازک باشه، یعنی کالین باشه یا اینجا. این نکته رو بچه بنویسید. اگر حروف صدادار قبل از یومشاگه خشن باشن، یعنی آ، او، او، در این حالت بچه‌ها یومشاگه رو تلفظ نمی‌کنه و از حرف صدادار قبلش رو میکشیم. خب مثل دا یا سالام براتون می‌نویسم. دا یا اشتباه نوشتم، ببخشید. دا یا سالام. دا میشه کوه، یا میشه روغن و سالام میشه سلامتی. سالام میشه سلامتی. در رابطه با حروف صدادار این نکته رو بنویسید. اگر حرف صدادار قبل از یومشاگه نرم باشه، یعنی حرف صدادارش حروف اینجا باشه، ا، ای، او باشه، در این صورت یومشاگه به شکل یه خفیف تلفظ میشه، مثل ایلنجه. ایلنجه میشه سرگرمی، خوشگذرانی. بیانمک، پسندیدن. خب
پس به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که همیشه قبل از یومشکل حرف صدادار میاد و هیچ واژه‌ای رو با یومشکل شروع نمی‌کنیم. بچه‌ها توی ترکی استانبولی حرف ق و خ نداریم. این دوتا کنسله. این دوتا کنسل، این دوتا نداریم توی ترکی. حرف آ ترکی بچه‌ها حرف آ، یعنی اصلا فتح و کسر رو اینا نمیاد. ببخشید صفحه ریختم. درست شد. این آ حرف آ هستش فقط. ا رو شامل نمیشه، مثلا ما تو ترکی میگیم کباب ا میاریم یا مثلا کتاب ای میاریم توی که این ربطی به آ نداره. آ فقط آ. مثلا ساعت رو که ما یاد گرفتیم این میگیم ساعت و اش کاری نداره. در رابطه با اینکه فتحه باشه ا و کسره باشه ا و ا باشه حرف ا به عهده میگیره بچه‌ها. حرف ا و ا رو در فارسی به عهده میگیره. حالا چه اتفاقی میفته که ا میشه؟ اول از همه که ما در ابتدای کلمات وقتی که ا میاد همیشه همون حرف صدای ا رو میده، ولی در یک سری استثناءات هستش مثل گلمک، مثل اورنجی که با اینکه ا میاد ا نوشته میشه ما ا میکنیم. ببینید اینو اورنجی یا گلمک. بچه ها این دوتا رو ببینید، اورنجی دانش آموز گلمک ها نمیگیم گلمک، میگیم گلمک، نمیگیم اورنجی، میگیم اورنجی. حالا چه اتفاقی میفته که این استثناء پیش میاد؟ بچه ها 5 تا حرف هستش که اگر حرف ا قبل از اینا بیاد معنیش عوض میشه. یکی ل، ر، ن، م و ز هستش. م و ز. اگر حروف بعد از ا حرف‌های ل، ر، ن، م، ز باشه این صدای ا میده. اینجا نگاه کنید، اینجا نه، اینجا میشه اورنجی. حرف بعدش نه بوده پس ا به ا تلفظ میشه، تبدیل میشه. یا اینجا گلمک رو نگاه کنید، ل بوده حرف بعد از ا میشه گلمک، ا میگیره به جای ا. در رابطه با این استثناء بچه‌ها خب یعنی ممکنه که خیلی وقتا هم ا صدای ا بده، مثل امکلی بازنشسته، امکلی بازنشسته. خب این صدای ا میده ولی این صدای ا میدن. این موضوع استثنائه ولی خب در 90% مواقع صدق میکنه، ولی 90% مواقع برای ل، ر، ن درست میشه. در 85% مواقع یعنی احتمالش کمتر باشه برای م و ز اتفاق میفته. یعنی احتمال اینکه ا به ا تبدیل بشه زمانی که حروف بعدش م یا ز کمتر از حالتیه که حروف بعد از ا ل، ر، ن باشه. خب بچه‌ها من فکر کنم دیگه تمام نکته ها رو گفتم. لطفا شما هم چند تا مثال بزنید، من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید، من بهتون جواب میدم
خیلی با دقت این مسائل رو گوش بدید، بخونید، تمرین کنید. ایشالله جلسه بعد موارد دیگر رو بهتون آموزش میدم و جلو میبریم درس رو.